أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 85 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 86 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس و الثمانون. الدرس السادس و الثمانون یعنی درس 86. الدرس السادس و الثمانون درس 86. درس 86 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا با تمام نازکی هایشان حفظ کرده شوند. صاحب کتاب اولین کلمه که در درس 86 آورده است میگوید که سماویون. سماویون یعنی آسمانی. سماویون آسمانی. این واوی که میبینید این در اصل همزه بود. سماون وقتی که نسبتش دادیم اون همزه قلب یا شد، یا بهتر و خوبترش بگوییم اون همزه که در سماون هست اون در اصل سماوون هست، زیرا که سما میگن از کلمه سمو گرفته شدگی است، از کلمه سمو یعنی که معتل الواو هست، سمو. و وقتی که میگیم سماوون یعنی که واو بعدی الف زایده که واقع شد قلب همزه شد، میگیم سماون. سماون یعنی آسمان. وقتی که ما سماون را آسمان را نسبت میدهیم یا بعدش یای نسبت را میاریم، در این صورت اون همزه به اصل خودش برمیگردد که اون واو بود، پس میگیم سماویون. دقت دارید این واو اصلی کلمه است، اما سماون اون همزه در اصل قلب شدگی بود از واو. سماویون یعنی آسمانی. بعدش میگوید دینون سماویون یعنی دینی آسمانی. دینی آسمانی نعت و منعوت. اصلا کلمه سما این جامد است، کلمه سما صفت شده نمیتواند، لیکن ما در درس گذشته تاکید کرده بودیم یا یادرس کرده بودیم وقتی اسم جامد را ما نسبت میدهیم به جای مشتق می شود، دیگر می تواند که یا حکم مشتق را می گیرد، می تواند که صفت بیاید. از این حساب دینون منعوت، سماویون این نعت است، صفت است برای دین. اما یک از بگه سما جامد است، چرا صفت آمد؟ میگویم با خاطر آنه که در آخرش یای نسبت پیوست شد حکمی مشتق را گرفت، حکم مشتق را گرفت و می تواند که صفت بیاید. بعد از این میگوید سعادتون. سعادتون سعادت، نیکبختی. سعادت و نیکبختی و خوشبختی. بعد از این میگوید ناله. ناله یعنی نایل شد یا دریافت کرد یا به دست آورد یا به خواسته‌اش رسید. ناله نایل شد، رسید، به خواسته‌اش رسید یا به دست آورد. فعل مضارعش ینالو، نایل می شود، به دست می آرد یا به خواسته‌اش می رسد. مصدرش می شود نیلون، نایل شدن، به خواسته‌اش رسیدن. پس کلمه ناله ینالو از باب چهارم هست. اصل کلمه ناله نویله بود، ینالو ینولو هست.
پس نیلن این مصدرش است. نیلن مصدر. یا که میتونم بگم ناله از اصل نیله بود، یا قطی بود، یعنی که اجوف یایی بود. اصل به لغت باز گشتن در کل است که اجوف واوی است یا اجوف یایی. اگر اجوف واوی باشد نویله است، اگر اجوف یایی باشد نیله هست. پس نال ینالو، این الفی که میبینیم اصل این یا واو است یا که یا. این اصل کلمه نیله است یا که نویله است. گفتیم از باب چهارم است، از باب علم یعلم. این اجوفی واوی یا که اجوفی یایی است. بعد از این میگوید الدنیا. الدنیا نه دنیا، دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم، عالم، جهان. بعدش میگوید الاخرتو، یعنی آخرت، قیامت. آخرت، قیامت. میگوید فی الدنیا و الاخرتی، یعنی در دنیا و در آخرت. فی الدنیا و الاخرتی یعنی در دنیا و در آخرت. رفض، رفض یعنی ترک کرد، رها کرد، نپذیرفت، قبول نکرد. رفض به معنای رها کرد و نپذیرفت و قبول نکرد، به همین معناها می آید. فعل مضارعش می شود یرفضو، یعنی رها می کند، نمی پذیرد و قبول نمی کند. رفضون، رفض کردن یعنی که رها کردن، نپذیرفتن. پس رفض یرفضو از 22 باب صرفی از باب یکم هست، از باب نصر ینصرو است. رفض به مثل نصر، یرفضو به مثل ینصرو از باب یکم، از باب ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید شقیه. شقیه یعنی گمراه شد یا بدبخت شد. شقیه گمراه شد یا بدبخت شد. یشقا گمراه می شود، بدبخت می شود. مصدرش می شود شقاون، گمراه شدن، بدبخت شدن. دیدید شقاون، این همزه در اصل یا هست، شقایون هست، اما بعد الف زائده واقع شده است، قلب همزه شده گرچه که در کلمه سماعون گفتیم اصلش سماوون بود، اون همزه در اونجا اصل واو بود، در اینجا این همزه اصل یا است، اصل شقایون هست. این اعلال صرفیش. شقی یشقا از 22 باب صرفی از باب علم یعلمو است، اما این ناقصی یایی است. این ناقصی یایی هست. شقی یشقا یا ناقصی واوی هست. این دم به لغت بازگشتن در کار است، زیرا که مصدرش باز شقاوتون هم می شود. اگر شقاوتون مصدرش باشد پس این یایی که می بینیم این اصلا واو است، اصل شقیوه است، یعنی اصل شقیوه هست. باز به لغت بازگشتن در کار است که اصل این کلمه، اصل این حرف چی است. شقی یشقا، شقاون گفتیم از باب چهارم است، از باب علم یعلمو است، اما این ناقص است. بعد از این میگوید آخرون. آخرون یعنی آخر، با تاجیکی ما و شما هم آخر میگوییم. آخرون یعنی آخر. آخرون بر وزن فاعلون هست. آخرون بر وزن فاعلون هست به معنای آخر. بعد از این میگوید احتاج الی، احتیاج پیدا کرد به، یا احتیاج پیدا کرد. احتیاج پیدا کرد، این مصدر است. احتاج یحتاجو احتیاجه، نه این احتاجه فعل ماضی است. احتاجه فعل ماضی است. احتاجه یعنی احتیاج پیدا کرد در زمان گذشته. یحتاجو احتیاج پیدا میکند در زمان آینده. احتیاجون احتیاج پیدا کردن. احتاج یحتاج و احتیاجون از 22 باب صرفی باب 11 هست. باب 11 اما این اجوف است. این اجوف است. بعد از این میگه محتاجون. محتاجون یعنی که محتاجون الی، یعنی احتیاج دارد به. محتاج است به، محتاج است به یا احتیاج دارد به، یعنی سخن دوام دارد. بعد از این میگه الصینو. صین یعنی خطای. الصینو سین یعنی خطای. عبادتون. عبادتون عبادت کردن. عبادتون یعنی عبادت کردن، همون فرمانی که الله برامون
دادگی است، اجراش میکنیم تا اینکه الله را راضی بگردانیم. همون را میگن چی؟ عبادتون. عبادتون عبادت. عباداتون جمعش عبادت ها. عباداتون یعنی عبادت ها. جمعی عبادتون، جمعی مؤنثی سالم هست. بعد از این میگوید معیشتون. معیشتون یعنی وسیله زندگی یا معیشت خود زندگانی را میگوید. معیشتون یعنی زندگانی یا رزق و روزی. معیشت به معنای رزق و روزی هم می آید. جمعش می شود معایشو. معایشو یعنی وسیله های زندگی یا رزق و روزی ها یا زندگانی. معایشو. پس در کلمه معایشو دو وجه خواندن جایز است. می شود بگیم معایشو یا قطعی، می شود بگیم که معایشو همزه قطعی. به همزه هم گفتنش جایز است، یعنی که به همزه که بگیم پس به این طریق می شود معایشو. دقت دادید؟ معایشو این طور هم گفتن جایز است. اما جایز است که بگیم معایشو، یعنی یا قطعی بگیم معایشو، می شود همزه قطعی بگیم. اگر که یا خطی گفتیم پس همون قاعده که در سماعون گفتیم، یعنی که واو یا بعد الف زائده واقع شود قلب همزه می شود. پس این معایشو بعد الف زائده است قلب همزه اش کردیم. اما بعض علما میگن قلب نمی شود. بعض علما میگن قلب نمی شود، چرا که در الله در سوره اعراف هم میگوید که وجعلنا لكم فيها معایشه. بعض علم ها، بعض قاری ها، بعض قرا این را معایشه به همزه خوندگی هستند. یعنی میگن، بعضی میگن میشود. کسی میگه که میشود پس معایشه با همزه میخوند. و جعلنا لکم فیها معایشه یعنی گردانیدیم، الله میگه برای شما در همون جنت معایش را. یعنی فیها این آیت نگاه کردن در کار است که در جنت که در همین دنیا معایش را. معایش یعنی وسیله های زندگی، رزق و روزی یا زندگانی، برای شما زندگانی گردانیدیم. پس معایشو هم بگیم می شود همزه قطعی، معایشو هم یا قطعی هم بگیم جایزه. هر دو جایزه. اما صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید اینما، حیثما، اینا هر دوش یه معنی دارد. اسم های شرط هستند. اسم های شرط هستند. اینها به معناشان مکان هست. اینما هر کجایی که، حیثما هر کجایی که، این جا هست، مکان هست. اینما و حیثما هر دوش اسم های شرط هستند به معنای ظرفی مکان است. اینما حیثما هر کجایی که، ترجمه هر دوش هر کجایی که. بعد از این میگوید اسم های شرط ما و شما میدونیم، یعنی فعل شرط و جواب شرط میگیرد. اینما بعدش دو فعل میآید. فعل مضارع باشد جزمش میکند. اگر فعل مضارع نباشد، فعل مبنی باشد، در این صورت در محل جزم فعل شرط و جواب شرط میگوییم. هر دینا این عادت را دارد. اسم های شرط که ما و شما خواندگی بودیم، من و ما و مهما و حیث ما و کیف ما و اذ ما و خلاصه این کلمه ها. بعد از این میگوید وجیده. وجیده این یافته شد. وجیده یا که میگیم یافت شد، پیدا شد. وجیده پیدا شد، یافت شد. این وجده است اصلش. فعل ماضی مجهول است. وجده مجهولش وجیده. وجده پیدا کرد. وجیده پیدا شد یا یافت شد. بعد از این میگوید اقربو. اقربو نزدیکتر. این اسمی تفضیل است. اقربو نزدیکتر. بعدش میگوید احبو. احبو دوست داشته تر. درس گذشته یا تام باشد ما گفتیم 3 کلمه در زبان عربی هست در اسم تفضیل همزه بدون قاعده حذفش میکند. گفتیم سیوطی میگه برای کثرت استعمال حذفش میکنیم، اما حملاوی صاحب شذل عرف، صاحب کتاب شذل عرف میگوید که شذوزن حذفش میکنن. دقت دادید؟ یک کلمهش همین احبو بود، همزش حذف میکنیم حبون.
حبون یا احبو هر دوش به یک معنی است. دوست داشته تر ترجمه می شود. دوست داشته تر اسم تفضیل هست. بعد از این میگوید حبیبون. حبیبون یعنی دوست داشتنی. حبیبون دوست داشتنی. احباء دوست داشتنی ها. حبیبون دوست داشتنی، احباء دوست داشتنی ها. جمع حبیبون صیغه منتها به الف ممدوده که هست، از این حساب غیر منصرف است. بعد از این میگه طلب العلم، طلب کرد علم را. طلب العلم طلب کرد علم را، درخواست کرد علم را، جستجو کرد علم را. مال، مالون، مالون مال، مال و ثروت و دارایی. جمعش اموالون، مالها، ثروت و دارایی ها. بعدش میگوید صادقون، صادقون راستگو. صادق اسم فاعل است به معنای راستگو. صادقون راستگو. کاملون، کامل و پره. کاملون یعنی کامل و پره. بعدش میگوید انفسهم یعنی خود ویها، یا میگیم خودشان. خود ویها یا خودشان، نفسهایشان. فی ای بلد آخره، فی ای بلد آخره یعنی در هر شهر دیگری. فی ای بلد آخره در هر شهر دیگری. ای این در اینجا اسم استفهام است. ما و شما کلمه ای را گفته بودیم اگر به ساکن بیاید ندا می شود، و مثل ای محمدو یعنی که یا محمدو، ای محمد. یا ای را گفتیم ای حرف تفسیر می شود اگر ساکن باشد ای. اما اگر حرکت داشته باشد در این صورت اسم استفهام می شود، و مثل ای بلدین. ای اسم استفهام، ای مضاف، بلدین مضاف الیه، آخره صفت بلد. آخره اسم تفضیل است، از این حساب غیر منصرف است. آخره میگیم صفت برای بلد مجرور و علامت جر الفتح نیابتا عن الکسرة لانه ممنوع من الصرف. آخره ممنوع من الصرف است. فی ای بلد آخره یعنی در هر شهر دیگری، در هر شهر دیگری. بعد از این میگه قدر علی، قدر علی توانایی پیدا کرد یا قدرت پیدا کرد. علی برای حرف جر میآید، برای تعدیه میآید. قدر قدرت پیدا کرد، توانایی پیدا کرد. فعل مضارعش می شود یقدیرو، قدرت پیدا میکند، توانایی پیدا میکند. مصدرش می شود قدرتون، قدرت و نیرو و توانایی. پس قدر یقدیرو از 22 باب صرفی از باب دوم هست، از باب ضرب یضربو است. از باب ضرب یضربو است. قدر یقدیرو باب ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید خیرون. خیرون یعنی بهتر، اسم تفضیل است. درس گذشته در بارش معلومات دادیم. شرون بدتر، این هم اسم تفضیل است. در باره این دو تا درس گذشته گفتیم سخنی عالم ها را در این باره که میگن که خیرون در اصل اخیرو بود، شرون در اصل اشیرو بود. اما عرب در این دو لفظ و سیم لفظ این کلمه احبو، این هم حبون میگن، به مثل خیرون، شرون، حبون. پس انا همین سه کلمه هست که از اولشون همزه تفضیل را، همزه اسم تفضیل را حذف میکنن. پس حذف کردنش در نزد امام سیوطی که در کتاب شرح جمع الجوامعش میگوید که لکثرت الاستعمال است، برای بسیار استفاده بردن. میگه عرب کلمه خیر و شر را بسیار استفاده میبرد، اخیر و اشر رو گفتن سخت‌تر است، همزه را حذف کردن. سیوطی میگه برای کثرت استعمال است. اما حملاوی صاحب کتاب شذ العرف فی فن صرف میگوید که نه، اینجا کثرت استعمال نیست، این شذوذن هست. شذوذن یعنی بدون قاعده عرب همین طور حذفش کرد، یگان قاعده نیست و به هیچ چیز.
عرب گرفت حذفش کرد. این قولی حملاوی. اما معنای هر دوش یک چیز است، یعنی که خیر و شر اصل اخیر و اشر بود، حمزه را حذفش کردن. و درباره اینها همچنین ما گفتیم اخیر و اشر و احبو، اینها اگر حمزه داشته باشن اسم تفضیل هستن، غیر منصرف هستن. اگر از کلمه حبو احبو حمزه را یا اخیر و حمزه را اشر و حمزه را گرفتیم، پس بگیم حبون خیرون شرون، در این صورت منصرف می شود. چرا؟ از کتاب اصول فی النحو ابن سراج درباره‌تون گفتیم، درباره این مسئله گفتیم براتون که ابن سراج در کتابش میگوید که لما زال بنا افعل صرفوه، یعنی وقتی که بنای وزنی یا بنا و وزن شکل افعله را از کلمه خیرون شرون حبون برداشتن، از بین رفت، صرفوه منصرفش خواندن. دقت دادید؟ برام خاطر میگیم خیرون با تنوین میخونیمش منصرف، شرون با تنوین میخونیم، حبون با تنوین میخونیم. اما حمزه باشد چی؟ احبو غیر منصرف است، اخیرو غیر منصرف است، اشرو غیر منصرف است. در این صورت این قاعده درباره این سه کلمه که این قاعده را در ذهنتون داشته باشید. بعد از این میگوید شقیون. شقیون یعنی بدبخت. شقیون بدبخت. جمعش میشود اشقیاء، بدبخت ها. اشقیاء اسم جمعی با الف ممدوده که هست، از این حساب غیر منصرف است. اشقیاء یعنی شقی ها، بدبخت ها. اشقیاء و شقی ها و بدبخت ها. پس این هست کلمه های نوی درس 86. با همین کلمه های نوی درس 86 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 86. صاحب کتاب در این حوار میارد میگوید که الاسلام دین سماوی جاء من الله تعالی لسعادة الناس جميعا فمن قبله نال السعادة في الدنيا والآخرة ومن رفضه شقي في الدنيا والآخرة. یعنی چی؟ یعنی که اسلام دین آسمانی هست، آمده است از جانب الله تبارک و تعالی برای نیک بخت گرداندن مردم، همهشان یا همه مردم. پس هر کسی که قبول بکند اسلام را، نال سعادت، نایل می شود، پیدا می کند، دریاب می کند نیک بختی را، سعادت و خوشبختی را، فی الدنیا و الاخرتی، هم در دنیا و هم در آخرت. و من رفضه، و هر کسی که رها کند اسلام را و هر کسی که نپذیرد اسلام را، شقی فی الدنیا و الاخرتی، شقی و بدبخت و گمراه می شود، هم در دنیا و هم در آخرت. الاسلام دین سماوی جاء من الله تعالی لسعادة الناس جميعا فمن قبله نال السعادة في الدنيا والآخرة ومن رفضه شقي في الدنيا والآخرة. یعنی اسلام دینی آسمانی است، آمده است از جانب الله تبارک و تعالی برای خوشبخت گرداندن مردم همهشان. پس هر کسی که قبول بکند اسلام را، دریافت میکند، نایل میشود خوشبختی را در دنیا و آخرت. و هر کسی که ترک بکند، رها کند، نپذیرد اسلام را، بدبخت میشود و گمراه میشود در دنیا و آخرت. الاسلام مبتدا، دینون خبر الاسلام، سماویون صفت دینون، صفت اول، جاء جمله فعلی، صفت دومی دینون. این جاء صفت دومی دین میشه و سماویون صفت یکمش، جاء جمله فعلی در محل رفع، صفت دوم برای دینون. من الله تعالی لسعادة الناس، لسعادة الناس. سعادت الناس یعنی که اینجا ده مصدر با معمولش مضاف شدگی است. این یک قاعده داریم که مصدر با معمولش مضاف می شود.
لسعادت الناس اصل این طور است که لأن یسعد الناس، لأن یسعد الناس، تا اینکه سعادتمند و خوشبخت بگرداند مردم را. این ناس اصلا مفعول بهی است، اما سعادتی مصدر هست، مصدر را به مفعول بهیش به معمولش اضافه کردیم. دقت دادید؟ اصل کلمه چی است؟ لأن یسعد الناس، اصلش این طور است. جمیعا این حال است از کلمه ناس، این حال است از کلمه ناس، برای مخاطب منصوب است. فمن قبله، قبله فعل ماضی فاعل ضمیر مستقر هو مفعول بهش، نال سعادت، نایل سعادت میشد. من شرطیه، قبله فعل شرط، نال جواب شرط. از سعادت مفعول به ناله فی الدنیا والآخرة و من رفضه، من شرطیه، رفضه فعل شرط در محل جزم، شقیت جواب شرط در محل جزم. بعد از این میگوید الناس مع الاسلام سعداء و هم بدون الاسلام اشقیاء، یعنی که مردم با اسلام سعید و نیکبخت و خوشبخت هستند، و هم یعنی ویها یعنی مردم، بدون اسلام یعنی به اسلام بدبخت و گمراه هستند. اشقیاء و شقی و بدبخت و گمراه هستند. الناس مع الاسلام سعداء و هم بدون الاسلام اشقیاء، یعنی که مردم با اسلام نیکبخت و خوشبخت هستند و مردم بدون اسلام شقی و بدبخت هستند. الناس مبتدا، سعداء خبر، و هم مبتدا، اشقیاء خبرش می شود. بعد از این میگوید الناس مع الاسلام لا يحتاجون الى شيء آخر ففيه امور عباداتهم و فيه امور معایشهم و فيه نظام حیاتهم، یعنی که مردم، الناس یعنی مردم، مع الاسلام با اسلام، لا یحتاجون الی شیء آخر، احتیاج به چیزی دیگر ندارند. لا یحتاجون محتاج نیستند، احتیاج ندارند. الی شیء آخر به چیزی دیگر. ففیه پس در همون اسلام امور عباداتهم کارهای عبادتیشون هست، یعنی در اسلام وظیفه های عبادتی هست. و فیه امور معایشهم و در اسلام کارهای معیشی هم هست، کارهای برای رزق و روزی یا وسایل زندگی، وسایل زندگی، کارهایی که وسایل زندگی هست در اسلام اینم وجود دارد. و فیه نظام حیاتهم و در اسلام همچنین وجود دارد نظام حیاتهم، یعنی سیستمی یا تنظیماتی جابجاگذاری حیات انسان، که انسان چطور زندگی بکند، از شب و روزش چطور استفاده ببرد، چقدر وقت در کجا صرف بکند، همه اینها در اسلام وجود دارد. نظام حیات، تنظیم و جابجاگذاری حیات انسان، حیات شخصیت ها در اسلام همچنین وجود دارد. میگد الناس مع الاسلام لا يحتاجون الى شيء آخر ففيه امور عباداتهم و فيه امور معایشهم و فيه نظام حیاتهم، یعنی که مردم با اسلام احتیاج ندارند به چیزهای دیگری، پس در اسلام وجود دارد کارهای عبادتی و در اسلام وجود دارد کارهای وسایل زندگی و در اسلام وجود دارد تنظیم و آیین حیاتی انسانیت. پس در اینجا کلمه الی شیء آخر صفت شیئین هست، اعرابای دیگرش آشکار است، از این حساب اعراب نمیکنیم. شیئین، الی حرف جار، شیئین اسم مجرور، آخر صفت برای شیئین. پس میگیم آخر صفت تابع لمنعوته مجرور و علامت جره الفتحة المقدره منع من ظهورها، الفتحة منع کسرت المقدره، یا که میگیم شیء آخره، آخره صفت است برای
شیء مجرور است، آخره مجرور است و علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسرتی، علامت جرش فتحه است نیابتا عن الکسره، یعنی که جاینشین کسره. اما باقی مونده اعراباش آسان است و واضح است. بعد از این میگوید الاتحاد السوفیتی محتاج الى الاسلام و الصین محتاجة الى الاسلام و الیابان و استرالیا و البرازیل و کانادا و غیرها من الدول كلها محتاج الى الاسلام حتى المسلمون انفسهم محتاجون الى الاسلام الصحیح الکاملی. دقت دادید؟ میگه که اتحاد سوفیتی، الاتحاد السوفیتی یعنی اتحاد سوفیتی محتاج الى الاسلام، احتیاج به اسلام دارد. اتحاد سوفیتی این در همون زمان نوشته شده یکی است، برای خاطر نام اون زمان رو میگیرد. اتحاد سوفیتی احتیاج دارد به اسلام و صین و خیتای محتاجتون الى الاسلامی، احتیاج دارد به اسلام و الیابان یابانیا و استرالیا و البرازیل برزیلیا و کانادا و غیرها و غیر این دولت ها من الدولی و غیرها من الدولی، یعنی که و غیر از همین دولت ها از دولت های دیگر کلها، کلو را مجرور بخونه بهتر است، زیرا که تاکید می شود برای دولی، برای دولی تاکید می شود. این طریقش بخونه بهتر است، این طریق خوندن بهتر است. من الدول کلها یعنی از دولت ها، کلها یعنی همه دولت ها محتاجتون الی الاسلامی، احتیاج دارد به اسلام. حتی المسلمون انفسهم، حتی مسلمان ها نفس هایشان محتاجون الی الاسلام صحیح الکاملی، احتیاج دارند به اسلامی که صحیح و کامل باشد، به اسلام صوفیگی نه، به اسلام شیعگی نه، به اسلام خوارجی و تکفیری نه، به اسلامی که صحیح است، به اسلامی که اون را محمد رسول الله آورده است و صحابگان و تابعین و تبع تابعین پیروی کردن. انا همون اسلام، انا همون اسلامی که با کامل باشد، اسلامی که کامل است، احتیاج به بدعت ندارد، احتیاج به خرافات ندارد، احتیاج به نوپیدایی های عبادتی ندارد، عبادتش پاک کامل و پر است، همون بودگیش قطع عمل بکن برات کفایه میکند. انا همون طور اسلام ده مسلمان ها احتیاج دارند، زیرا اینکه مسلمان ها با طایفه های گوناگون و با جهل و با این چیزها که مشغول شدن یا در بینشان این چیزها پهن که شد، پس احتیاج دارند به اسلامی که صحیح باشد، خالی از صوفیگی و خالی از تکفیرگی و خالی از خوارجی و خالی از شیعه و خالی از مبتدعه باشد، کامل باشد که دیگر کامل است و احتیاج به یگان نویگری عبادتی ندارد. عبادت دیگر هر عبادت را خود تشکیل نمیکنه بگوی که این از اسلام است، و مثل قرائت بالای قبر و سه بعد نماز و هزارها بدعت های دیگری که و مثل مولود، اینا همش بدعت، خرافات و ناجایز نادرست هستند، زیرا که دین ما کامل و پره هست. به همون بدگی که همونه که پیغمبر عمل کرد، صحابه عمل کرد، به همون ما عمل کنیم برامون کفایه میکند، با احتیاج دیگر به بدعت ها نداریم، زیرا که بدعت اومد بدانید که سنت از بین میرود. بدعت وظیفه‌اش، این بدعت ویروس است، بدعت میآید سنت از بین میبرد، زیرا که ما با بدعت سه دعا بعد نماز مشغول شدیم، سنت های بعد از نماز رو ترک میکنیم، سنت هایی که ذکرهایی که بعد از نماز هست او رو ترک میکنیم، زیرا که مشغول به سه دعای بعدی بدعت شدیم. مشغول به قرائت بالای قبر به این بدعت شدیم، اون دعایی که اون سنت هایی که بعد از گراندن است او رو ترک کردیم. ببینید هر بدعتی که میآید سنت ها رو از بین میبرد، هر بدعتی که میآید سنت از بین میبرد که جایی سنت بزنه، که بدعت ویروس است، بدعت ویروس است، بدعت حسنه پسنه ندارد، بدعت همش سیئه است، بدعت در دین همش سیئه است. میگه که الاتحاد السوفیتی محتاج الى الاسلام و الصین محتاجة الى الاسلام
و الیابان و استرالیا و البرازیل و کانادا و غیرها من الدول كلها محتاج الى الاسلام حتى المسلمون انفسهم محتاجون الى الاسلام الصحیح الكامل. یعنی اتحاد سوویتی احتیاج دارد به اسلام و سین احتیاج دارد به اسلام و یابانیا و استرالیا و برزیل و کانادا و غیر از این دولت ها من الدول دیگر دولت ها همه اشان احتیاج دارند به اسلام. حتی مسلمان ها خودشان احتیاج دارند به اسلامی که صحیح و کامل هست. الاتحاد مبتدا موصوف از سوفیتی و صفت اتحاد محتاجون خبر اتحاد. خب الصین مبتدا محتاجتون خبر و الیابان مبتدا و استرالیا و برزیل و کانادا و غیره اینا همش عطف شده است. من الدول کلیها محتاجون این خبر است برای ولیابانو. یابانو مبتدا که گفته محتاجون خبر شد الی الاسلامی. اما کلمه و غیرها من الدول کلیها، این کلی را اگر که کسرقتی خواندیم صفت است از دولت ها. من الدول یعنی کل دولی، از دولت ها. معذرت صفت گفتم، این صفت نیست، این توکید است، توکید معنوی است، توکید است برای دولت. پس معنیش این است که از دولت ها یعنی همه دولت ها، از همه دولت ها، غیر از این همه دولت ها. این طور است. اگر کلو بخونیم در این صورت هم توکید است، اما توکید از کلمه غیرو است. غیروها کلها، یعنی غیر از همین دولت ها همه شو. پس کلی هم بخونیم جایز است، کلو هم بخونیم جایز است. فقط اعراب شد بدونید که اگر کلی خوندیم توکید است برای دولی، توکید معنوی است برای دولی، دولی مکسور است، این را آخرش کسره میکنیم. اگر کلو خوندیم توکید معنوی است همچنین، اما از کلمه غیرو، غیرو مرفوع است، پس کلو با ضمه میخونیمش. دقت دادید این اعرابش. حتی المسلمون، مسلمون مبتدا، انفسهم این توکید است، انفس همچنین توکید است، اما این توکیدی معنوی است، زنان که نفس، کل، بعض اینا همشون، یا نفس و کل اینا همشون توکید میویند. انفسهم این توکید است، انفسو مضاف هم مضاف الیه. مسلمون مبتدا، انفسو توکید برای مسلمون. محتاجون الی الاسلام الصحیح الکامل، محتاجون خبر المسلمون، المسلمون مبتدا گفتیم، انفس را توکید گفتیم، اکنون محتاجون خبر المسلمون می شود. الی الاسلام الصحیح الکاملی، الی حرف جر اسلامی اسم مجرور، صحیح صفت اسلام، الکاملی صفت اسلام. اسلامی که صحیح هست، اسلامی که کامل هست، این همون اسلامی که پیغمبر، صحابه، تابعین، تبع تابعین عمل کردند. بعد از این میگوید که المسلم فی الاتحاد السوفیتی اخو المسلم فی امریکا او فی ای بلد آخر من بلدان العالمی. یعنی مسلمان در اتحاد سوفیتی، در اتحاد سوفیتی که هست، برادر مسلمان است که در امریکا است یا در هر دولت دیگری باشد از دولت‌های عالم، از دولت‌های عالم هر کجایی که باشد، یعنی مسلمان برادری مسلمان هست. المسلم مبتدا، اخو المسلمی خبر می شود. المسلم مبتدا است، خبرش در کجا است؟ اخو المسلمی. دیگرش اعرابش آسان و واضح است. فقط آخره صفت است برای بلدین. پس میگیم بلدین آخره، آخره صفت برای بلد هست. بعد از این میگوید المسلم اینما وجد و حیث ما ذهب اقرب الى المسلم و احب الیه من اخیه و امه و ابیه من غیر المسلمین فعش ایها الولد الحبیب مع الاسلام و للاسلامی. میگوید که المسلم یعنی مسلمان، اینما وجد هر جایی ده که باشد، وجد نمیشه ترجمه باشد ترجمه کنیم،
در هر جایی که باشد و حیث ما ذهب و هر جایی که برود نزدیکتر است به اسلام، نزدیکتر است به اقرب الی المسلمی، نزدیکتر است برای مسلمان، و احب الیه و دوست داشته تر است برای مسلمان، من اخیه از برادرش دیده، و امیه و از مادرش دیده، و ابیه از پدرش دیده، من غیر المسلمین که این برادر و مادر و پدر که غیر مسلمان باشد. یعنی که برادر و مادر و پدر که غیر مسلمان هست، از اینها دیده برای ما نزدیکتر و دوست داشته تر اون برادر است که مسلمان هست. اون یک شخص مسلمان برای ما بهتر است، یعنی نزدیکتر است و دوست داشته تر است. اما همچون پدر اگر کافر هم باشد احترام کرده می شود، یا همچون مادر اگر کافر هم باشد احترامش به جا آورده می شود. اما برای ما کدامیش دوست داشته تر است، کدامیش نزدیک تر است؟ یک شخص بیگانه مسلمان یا پدر و مادر کافر؟ یک شخص بیگانه مسلمان برای ما نزدیکتر و بهتر است از پدری که کافر است و از پدری که یا از مادری که کافر است. اما اگر پدر و مادر مسلمان باشد، این نور علی نور است، یعنی که دیگر این اولا و بهتر است. زیرا که دیگر برادر مسلمان یا بیگانه مسلمان برای ما اگر فقط حق اسلامی داشته باشد، برادر اسلامی، اما پدری مسلمان، پدرت که مسلمان باشد، مادرت که مسلمان باشد، بالای تو هم حق پدری دارد هم حق مسلمانی دارد. یعنی در حقش افزایش پیدا می شود، در حقش زیادتی پیدا می شود. پس میگه فعیش، پس زندگی بکن، ایها الولد الحبیب، ای فرزند دوست داشتنی، مع الاسلام، با اسلام زندگی بکن، و لیل اسلامی و برای اسلام زندگی بکن، با اسلام زندگی بکن و برای اسلام زندگی بکن. در اسلام خدمت بکن، این تا نه فقط با مثل چارپا بخوری و کار کنی و خانه کنی و ماشین بخری و خلاص. نه، زندگی که میکنی برای اسلام باید زندگی بکنی، یعنی با اسلام، یعنی مسلمان باشی، طاعت عبادت انجام بدی و برای اسلام پهن کن، برای مردم اسلام تعلیم بده، برای مردم اسلام یاد بده. پس این وظیفت است ای مسلمان. المسلم اینما وجد و حیث ما ذهب اقرب الى المسلم و احب الیه من اخیه و امه و ابیه من غیر المسلمین، فعش ایها الولد الحبیب مع الاسلام و للاسلامی. یعنی که مسلمان هر جایی که باشد و هر جایی که برود نزدیکتر هست برای مسلمان و دوست داشتنی تر است برایش، برای مسلمان، از پدر و مادر و از برادر و مادر و پدری که غیر مسلمان است. فعیش، پس زندگی بکن ای فرزند، ای پسر دوست داشتنی، همراه اسلام و با اسلام. اینجا اعرابش اگر جای قینی ندارد، پس اعرابش نمیکنیم، تحلیلش نمیکنیم. بعد از این میگوید اطلب العلم للاسلامی و جاهد فی سبیل الاسلامی تکن مسلما صادقا. یعنی که طلب بکن علم را برای اسلام، وقتی علم میگیری برای اسلام علم بگیر، برای درای دین خدمت کنی. برای میگه اطلب العلم للاسلامی، طلب کن علم را، علم بگیر برای اسلام در خدمت کردن. و جاهد فی سبیل الاسلامی، و جهاد بکن، خدمت بکن در راه اسلام. جهاد در راه اسلام باید باشد، نه در راه تکفیری ها، نه در راه خوارجی ها، نه در راه مبتدی ها. در راه اسلام باید باشد، در راه غراء شریعتی محمد صلی الله علیه و سلم باشد، شریعت غراء محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، شریعت نورانی و شریعت بیغباری محمد رسول الله باید باشد. جهاد باید باشد،
خدمت. تکون مسلما صادقا، می باشی مسلمانی صادق. اطلب العلم للاسلامی و جاهد فی سبیل الاسلامی تکون مسلما صادقا. طلب بکن علم را برای اسلام و جهاد بکن در راه اسلام، می باشی مسلمانی صادق و مسلمان راستگو. اطلب فعل امر است، فاعلش ضمیر تقدیر انت، العلم مفعول به اطلب. پس سوال دیگه اسمش آسان است، جاهد فعل امر است، همچنین فی سبیل الاسلامی. تکون فعل مضارع است، چرا منصوب است؟ چرا مجزوم است؟ تکون اصلا باید بگیم تکونو، زیرا که پیش خودش نواصب نیست، جوازم نیست، لم لما این چیزها نیست. پس چرا تکون مجزومش میخونیم؟ این را ما در گذشته بارها گفتیم. این تکون فعل مضارع واقع شدگی است در جواب طلب. جاهد، اطلب، هر دینا طلب هستند. اطلب طلب است، جاهد طلب است. پس تکون این در جواب همین اطلب و جاهد در واقع شدگی که است، برای همین خاطر مجزوم است. ما گفته بودیم که فعل مضارع اگر جواب طلب شود همچنین مجزوم می باشد. اینجا در جواب طلب هست. اصلش هم میتونی با این را اگر که جای آمد ندونسته چطور بفهمیدش، این شرطیه را بیارید و فعل مضارع کنید، بگید که این تطلب العلم للاسلامی و این تجاهد فی سبیل الاسلامی تکون جواب شرط می شود. دقت دادید؟ این تطلب العلم، این تطلب فعل شرط، تکون اکنون جواب شرط می شود. اگر که نفهمیدید پس اینی شرطیه را بیارید، خودش دیگر معناش واضح می شود. یعنی که طلب بکن علم را برای اسلام و جهاد کن در راه اسلام، می باشه مسلمان صادق. مسلمان جواب تکون، صادقا صفتی مسلمان، از این حساب منصوب است. بعدش میگوید علی المسلم ان یعرف اخبار العالم الاسلامی و علیه ان یفرح اذا سمع عنهم خیرا و ان یحزن اذا سمع عنهم شرا و یقوم لمساعدتهم بنفسه و ماله ان قدر علی ذلك. یعنی چی؟ یعنی علی المسلم یجب علی المسلم، واجب است برای مسلمان، ان یعرف اخبار العالم الاسلامی، بداند خبرهای عالم اسلامی را، دولت‌های اسلامی را، خبرهای اسلامی را، کشورهای اسلامی را باید بداند. و علیه، باز هم و واجب است برای مسلمان، ان یفرح، خرسند شود، اذا سمع عنهم خیرا، هرگاهی که میشنود عنهم یعنی عن عالم الاسلامی، یعنی از مسلمان ها خیرا را میشنود، باید خرسند شود. و ان یحزن، و باید ضیق شود، کی اذا سمع عنهم شرا، هرگاهی که شنید از دولت های اسلامی یا که از مسلمان ها شر را، بدی را، از مسلمان بدی را شنیدی یا بالاشان مشکل و مصیبت آمد، باید غمگین شوی. و یقوم لمساعدتهم بنفسه و ماله، و بخیزد برای کمک کردنشان با نفسش، یعنی با جانش برود مسلمان ها را کمک بکند، و مالهی یا با مالش برود کمک بکند. این قدر علی ذالک، اگر قدرت این را داشته باشد، اگر با جانش میتواند خدمت کند، پس برود با جانش خدمت کند. اگر با جانش نمیتواند، مال دارد، پس با مالش مسلمان های دیگر را کمک بکند. اگر با مالش هم نمیتواند، پس با دعاش باید کمک بکند. دیگر که دعا را همه قدرت چه دارد، همه میتواند که با دعا خدمت کند، پس با دعا میتواند که خدمت بکند. علی المسلم ان یعرف اخبار العالم الاسلامی، لازم است برای مسلمان دانستن خبرهای اسلامی. و علیه ان یفرح اذا سمع عنهم خیرا، و لازم است برای مسلمان که خرسند شود وقتی میشنود از حال مسلمان ها خیر را، باید خرسند شود.
و ان یحزن اذا سمع عنهم شرا، و باید غمگین شود. و علیه، این عطف است در جای ان یفرح، واو عاطفه. و واجب است برای مسلمان که غمگین شود، ان یحزن غمگین شود، اذا سمع عنهم شرا، وقتی که میشنود از ویها بدی را، و یقوم لمساعدتهم بنفسه و ماله، و باید بخیزد برای کمک کردن مسلمان ها با نفسش خود همین مسلمان و با مالش خود همین مسلمان، این قدر علی ذلک، اگر تواناییش داشته باشد، قدرتش داشته باشد، اگر قوتش داشته باشد، پس این کار را بکند. پس در اینجا علی المسلمی ان یعرف اخبار العالم الاسلامی و علیه ان یفرح اذا سمع. سمع فعل ماضی است، لیکن شما دقت داده باشید در ترجمه ما این سمع را به معنای فعل مضارع ترجمه کردیم. ببین گفتیم که ان یفرح اذا سمع عنهم خیرا، باید خرسند شود، ان یفرح به تعویل مصدر، و لازم است برای مسلمان خرسند شدن. خرسند شدن کی؟ اذا سمع، وقتی که میشنود، وقتی که میشنود از حال مسلمان ها خیری را. زیرا که بعد اذا شرطیه اگر که فعل ماضی آمده باشد جایز است به معنای فعل مضارع ترجمه اش کنیم، به معنای فعل مضارع ترجمه کرده می شود. از این حساب این را در ذهنتون داشته باشید. پس میگیم هرگاهی که میشنود از ویها خبر را. دقت دادید؟ و ان یحزن، اینجا هم همچنین، و باید ذکر شود اذا سمع. این سمع را به معنای فعل مضارع ترجمه میکنیم. هرگاهی که میشنود، هرگاهی که میشنود. و یقوم، و یقوم به خاطر چی فعل مضارع منصوب است؟ این یقوم عطف از جای ان یفرح، در جای ان یفرح، از این حساب در جای یفرح عطف است، از این حساب منصوب است. ان یفرح، یفرح فعل مضارع منصوب به ان، یقوم عطف از در جای یفرح برای همین خاطر منصوب است. سبب منصوبیتش همین هست. این قدر علی ذلک، اگر قدرت این را داشته باشد، این شرطیه است. قدره در محل جزم فعل شرط است، اما جواب شرط که جدا است، جواب شرط محذوف است. جواب شرط را ما در بعضی حالت ها میتونیم حذفش کنیم. پس این شرطیه هست. قدره فعل شرط است، پس جواب شرط محذوف است. اصل کلام یعنی این طور است که این قدر علی ذالک فلیساعد، یعنی اگر که قدرت این رو داشته باشد فلیساعد، پس باید کمک کند. فلیساعد، انمون فلیساعد این چی است؟ جواب شرط است. جواب اینی شرطیه هست. دقت دادید؟ پس این جواب رو ما از کجا فهمیدیم؟ از ما قبل این و یقوم لمساعدتیم، از این کلمه مساعدت فهمیدیم که جواب این شرطیه فل یساعد هست. فل یساعد جواب اینی شرطیه هست، اون محذوف است و اون رو از روش کلام، از سیاق کلام ما پی بردیم. پس این هست حوار و گفتگوی درس 86. با همین درس 86 به پایان رسید. حوار و گفتگوی درس 86 به پایان رسید. تا درس آینده، تا درس 87 یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.